ساعت الان یهویی خیلی یهویی واقعا دلم خواست که پاشم بیام ویدیو بگیرم، چون روتین زندگی یه ذره داره خوب جلو نمیره. جانا و تافی هر دوتاشون مریض شدن و سایت هم داون شده، سرور مشکل پیدا کرده، داریم سعی میکنیم که درستش کنیم. اینا همه که آماده شده اینجا برای بسته بندی و اینا هم تا یه حدی که سفارش‌ها رو میدونستم بسته بندی کردم، ولی آدرساشون رو باید سایت درست بشه. واقعا توزیع همه اینا به مشتریا خیلی کار سختیه، چون در هر حال اونا بسته هاشون رو میخوان و این مشکلات همیشه هست و باید همیشه حل بشه. خانم تافی چند روزه که مدام بالا میاره، مشکل گوارشی پیدا کردم، آدم سکته میکنم. آقای جانا هم ببینم شما رو، یه چشمش این چشمش مدام عفونت میکنه و واقعا شرایط خوبی نیست. خیلی دارم سعی میکنم که عادی باشم، منتها امکان پذیر نیست. یعنی روتین زندگی کاملا در اومده از دستم. خیلی دلم میخواد برم کافه پیش دوستام، یا اینکه کلا برم بیرون، یا اصلا لش کنم تو خونه با خیال راحت. پریودم دارم میمیرم و اینکه همه اینا هیچی به هیچی. ولی در کنار همه اینا دارم سعی میکنم که یه جورایی هندل کنم اوضاع رو. واقعا سخته و واقعا دارم میگم که دم خودم گرم. خیلی 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 اوضاع پیچیده است و اصلا طبق برنامه‌های من پیش نمیره. واسه فردا نهار یه قیمه مشی درست کردم وسط این همه خوشبختی و اینکه الانم میخوام برسم به کارهای خونه. یه ذره اینجاها رو مرتب کنم، یه ذره کارهای معمولی خونه دیگه. این روزا خیلی به همین کارهای معمولی فکر میکنم که چقدر تاثیر داره. این اگه همینا نبود چقدر سخت‌تر میشد همه چیز و چقدر خوب که اینا هست در واقع. و اینکه آخرین صحبتم مربوط به هفته قبل با تراپیستم که راجع به این صحبت میکردیم که ما بعض وقتا از آدما ناراحت میشیم. و اصلا اونا هیچ وقت نمیفهمن، به خاطر اینکه هم ما دقیق نمیدونیم علت ناراحت شدنمون چیه و هم بیانش نمی‌کنیم و اینکه هممون داریم از الگوهای تکراری که بهمون خورونده شده استفاده می‌کنیم، تکرارش می‌کنیم هی و خودمون هم هیچ کدوم متوجهش نیستیم، متوجه قضیه نیستیم. و اصلا نمیدونم چقدر دیگه میخواد بگذره که بتونیم بذاریمش کنار و بتونیم که با خودمون و اطرافیان صادق باشیم. و یه نکته‌ای هم که هست این که مثلا خود من تا یه حدی پیش خودم به آدما اجازه میدم که اذیتم کنن و حالا چرا با رفتارم تا یه حدی نشون میدم، ولی نه بالغانه، نه عاقلانه، نه اونجور که درسته. و تا الانم فکر می‌کردم که من دارم کار درست می‌کنم و می‌ذاشتمشون کنار بعد یه تایمی. یعنی مثلا بهشون هی فرصت اینو میدادم که رفتاری که من دوست دارم یا از نظر من رسپلگه انجام بدن، ولی خب مثلا نشونشون هم میدادم که من دوست دارم یه همچین چیزی رو، ولی نهایتا می‌ذاشتمشون کنار کاملا یهویی، جوری که انگار که من مقصرم و انگار که من یهویی آدمی که دوستش داشتم باهاش دوست بودم یا باهاش کار میکردم یا حالا هرچی، یهویی بهونه پیدا کردم، بهونه الکی برای گذاشتمش کنار، ولی مجموعه رفتارهایی که اون منو اذیت کرده هیچ وقت نتونستم درست بگم و این ایراد رفتار منه. خب دیگه بسته ها رو فعلا تا همین حد تونستیم بپیچیم چون سایت فعلا داون شده.
و یه کاری که خیلی وقته، شاید بگم 1 هفته است، هی پشت گوش میندازم، نشون دادن همین قفسه ها به همه مشتریا توی استوریاست. حتی میخواستم بابتش لایف هم بگیرم ولی نشد به خاطر بیماری بچه ها و هی به تعویق افتاد. خیلی استرسشو میکشم واقعا. الان که آخر شب شده لیست کارامو نوشتم که فردا بتونم تیک بزنم. باید 40 تا استوری درست کنم، چند تا واریزی دارم، این ور کلی کار زدم روی دیوارا که باید انجام بشه. بچه ها تقریبا میتونم بگم خوابن. یکیشون اینجاست، این خانوم. امیدوارم که مشکل گوارشش حل شده باشه. و مسئولش سایت هم داره روی سایت کار میکنه، ولی یه چیزی رو نمیشه واقعا توضیح داد، اونم این که سایت خراب شده، من دسترسی ندارم و مشتری بسته‌شو میخواد. متاسفانه الان چند تا از بسته‌هایی که اینجا هم داریم همونجوری که میبینید آدرس مشتری رو ندارم به خاطر اینکه من دسترسی به سایت نداشتم. این یکی توی ما اینجا خوابیده، او قربونش پیشم من. ایشونم اون چشمش مدام عفونت میکنه. هوا خیلی خوبه شبا، فقط و فقط شبا، و روزا خیلی گرمه. امروز تونستم کلی عکس بگیرم که تا یه هفته بخوام بذارمشون و میخوام که دیگه پستامو منظم داشته باشم. راجب همکار میخوام صحبت کنم الان. خدایی کار خونه یه شغل 24 ساعته‌ایه، واقعا تموم نشدنیه و خیلی بده که خیلی ها به رسمیت نمیشناسنش. یعنی مثلا اینجوری که حالا کار خونه است دیگه، یعنی اینا رو من دلم میخواد بگیرم خفه‌شون کنم، قشنگ تو خونه اعدامشون کنم. یعنی اگه از صبح تا شب آدم کارهای خونه رو انجام بده بازم کار هست و خیلی برام عجیبه. من چند سال پیش، مثلا 4-5 سال پیش، اولا که کارم رو شروع کرده بودم، خب یه مدت که تهران زندگی میکردم و یه مدت هم که باز شمال بودم ولی توی یکی از اتاقای مامانم اینا بودم و اینجوری بودم که اتاق داشتم توی خونه مامانم اینا بودم و یه اتاقی داشتم واسه خودم و مسئولیت خونه و اینا اونقدری به عهده من نبود. خلاصه که خیلی ریلکس تر میگذشت، خیلی مثلا تایم داشتم، ولی همیشه این که مثلا یه خونه داشته باشم، مثلا جزئیات داشته باشه، یا اینکه مثلا خودم برای خودم آشپزی کنم، اینا همه رو خیلی دوست داشتم و هنوز هم خیلی خیلی دوست دارم. مسئولیتش خیلی زیاده، دردسرش خیلی زیاده، ولی به من خیلی حال میده. یعنی مثلا اینجوری هم که ایول، مثلا این کارم تونستم انجام بدم، این کارم خودم برای خودم کردم، اینو خودم واسه خودم خریدم و ولی منکر این نمیشم که صادقانه کار کردن و خانه‌داری، توی خونه کار کردن و خانه‌داری یه شغل 24 ساعته است. حالا اینکه مسئولیت کسی رو داشته باشی و اینا جدا، مسئولیت خونه دار بودن یه مسئولیت واقعا بزرگه و خیلی کار سختیه و خیلی نادیده گرفته میشه. این خیلی بده. چند وقت پیش یه ویدیوی وایرال شده بود که پرسیده بودن از بچه‌ای که پدر مادرش چه کار است و اینا، برگشته گفت بود مادرم خب شغلش خانه‌داریه، مادره. و چقدر قشنگ گفته بود و چقدر تاثیرگذار بود و چقدر خوبه که این ادامه پیدا کنه. برسیم سراغ بحث همکاری و اینکه باگ رفتاری که خیلیامون داریم و خیلیامون جدیش نمیگیریم و اصلا نمیدونیم که یه باگه که باید اصلاح بشه، باید ریست بشیم. داستان از این قراره که همونطور که گفتم با تراپیستم داشتم صحبت میکردم، ماها خیلی وقتا چیزهایی که ناراحتمون میکنه رو به اون شکلی که واقعا ناراحتمون میکنه یاد نگرفتیم که ابراز کنیم. شاید فکر میکنیم که اینجوری گفتنش درست نیست، یا مثلا اگر بگم طرف ناراحت میشه در حالی که خودمون دچار فروپاشی روانی شدیم از اون اتفاق، یا اینکه حالا کم کم مثلا نمیدونم اخم کنم، نگاش نکنم، فلان اینا درست میشه.
و خیلی اتفاقای دیگه که تجربه خود من توی همکاری بود. یعنی مثلا کسی که به عنوان همکار اومده بود با من کار کنه، چند بار این اتفاق افتاده بود و من دیگه بعد یه مرحله‌ای فکر می‌کردم که من هر چقدر که بیشتر دارم توضیح میدم انگار دارم به خودم توهین میکنم، چون اصلا اونقدر چیزی نیستش که طرف مقابل نخواد متوجه بشه. و در ادامه من هی دارم توضیح میدم و خیلی بورینگ هم هست برای خودم، ولی نمیدونستم که راه درست چیه و نهایتا اینجوری بودم که خب قطع همکاری کنیم و فلان و بهمان. الان که این چند روز که گذشت و مشکلاتی که برای من پیش اومد باعث شد که مثلا خب کارهای کم تلمبار بشه، خیلی بهم استرس میده. همیشه مثلا اینجوری هم که من مسئولم در مقابل کسی که میاد به من اعتماد میکنه و از من خرید میکنه، حالا در مقابل اینکه حالا جنس باید اورجینال باشه، محصول باید محصول خوبی باشه. خیلی وقتا چیزایی که مثلا ترند میشه من نمیارم و هی مثلا حس میکنم من مسئولم که توضیح بدم که چرا فلان محصول تو فروشگاه من نیست. حالا قطعا که اشتباهه و اینو میدونم، ولی خب با من این حس. ولی اینو میخوام بگم که این چند روز مثلا به این فکر کردم که من کسایی که با هم کار میکردن و باهاشون قطع همکاری کردم و شاید اگر الان بودن کارها انقدری تلمبار نمیشد، شاید مثلا کارها زودتر انجام میشد. ولی بعدش ببینم مثلا بعد اینکه با تراپیستم صحبت کردم متوجه شدم که نه، من کار درستی کردم. بار روانی حضور بعضیا کنارم انقدر زیاد بود که اصلا نمیچربید به این که حالا مثلا یه موقعی که گیر و گوری توی کار به وجود میاد مثلا حضور داشته باشن. و حالا بگذاریم از اینکه بعضیا حد و حدود خودشون رو نمیدونن توی هر داستانی، هر مسئله و هر رابطه‌ای و خیلی همون اینا رو دیدیم. بعضی وقتا ما خودمونم اگر برگردیم به خودمون متوجه میشیم که یه سری حد و حدود رو مشخص نکردیم و این اون چیزیه که مثلا شخص من باید روش کار کنم و دارم این کار میکنم. ولی خب خیلی سخته. این که تا الانم خیلی ها رو مقصر میدونستم، متوجه شدم که اشتباه من بوده و من باید جور دیگه برخورد میکردم و خیلی بر خودم عجیب بود که مثلا خدای چطور میشه مثلا من به فلانی بارها و بارها متوجهش کردم با رفتار نه با صحبت که مثلا نیازی نیست تو راجع به فلان چیز نظر بدی، ولی اون همچنان داره نظر میده. یا مثلا همچنان تو مسئله‌ای که هیچ ربطی بهش نداره دخالت میکنه. وای یه مسئله دیگه، جدا نکردن فضای کار و فضای دوستی یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من در حق خودم کردم. یعنی مثلا همیشه اینجوری بودم که فضای کاری باید یه فضای دوستانه باشه که مثلا طرف مقابل با جون و دل برات کار کنه و نه اون اذیت شه نه تو. این دیدگاه خیلی دیدگاه درستیه، منتها تا وقتی که باعث کج‌فهمی نشه. یعنی تا وقتی که طرف مقابل بدون جایگاهشو که به هر حال اون داره برای مجموعه تو کار میکنه و لزومی نداره که راجع به هر چیزی که توی زندگی توه بدون سوال بپرسه، نظر بده، فلانی چی شد، با فلانی قهر بودی چی شد، این چی کار کرد، اکست چه خبر، نکست چه خبر. و یه جایی من یه بار به یکی از دوستای صمیمیم گفتم ببین من واقعا دیگه اذیتم از دست این، اصلا جایگاه خودشو نمیدونه. یه جمله خیلی خوبی به من گفتش که کاظم بهش بگو من فکر میکنم این مسئله به من ربط داره، حتی نگو به تو ربطی نداره، بگو من فکر میکنم دیگه اینجا این قضیه دیگه فقط به خودم مربوطه. و من اونجا متوجه شدم که یعنی دقیقا از همونجا استارتش خورد که آقا من باید روی این قضیه کار کنم. از همونجا متوجه شدم که من باید با تراپیستم راجع به این قضیه صحبت کنم. من روابط رو میخوام که ملو و صمیمی جلو بره، ولی خب باعث میشم طرف مقابل حد خودش رو ندونه. این حد و مرز نذاشتن توی کار خیلی تا اینجا به من ضرر زده و فقط راجع به کسایی که برای مجموعه خودم کار میکردن نبوده. یه وقتایی برای کسایی که مثلا
مثلا طرف وارد کننده است، من دارم باهاش کار میکنم. اونجوری هم بوده و متوجه شدم که این ایراد منه و یه خصیصه‌ایه که باید اصلاح بشه و الان خیلی دارم روش کار میکنم. ولی شاید اگر یک تجربه بخوام بگم و یه چیز خیلی تازه‌ای که توی زندگیم داره اتفاق میفته و خیلی بابتش ذوق زدم، دقیقا همینه. یعنی الان که شاید بگم فول آپ استرس، خیلی سطح استرسم بالاست به خاطر اینکه کارام عقب افتاده، به خاطر اینکه بسته مشتری‌ها مثلا یه مقدار دیر شده و دوست ندارم که مثلا خیلی بد قول باشم، دوست دارم که مثلا همه چیز روی روال باشه و اینا و خیلی از نبود مثلا همکار و اینکه دست تنها هستم. البته که دوستام همیشه لطف دارن کمک میکنن. خیلی ناراحتم. از اون طرف دارم نگاه میکنم که شاید این هم باید بگذره و من این تجربه منفی رو هم داشته باشم و این استرس ها رو حتی داشته باشم که بتونم خیلی دقیق تر و با دیتیل بهتر، با جزئیات بیشتر روی این خصیصه منفی کار کنم که حد و مرز رو مشخص کن به صورت کاملا معین، معلوم. حد و مرز آدم ها رو مشخص کن. من وقتی برمیگردم به داستانهای دیگم باز به این نتیجه میرسم که من تو فلان رابطه فلان چیز باز من حد و مرز رو ندونستم و رعایت نکردم و خلاصه که این روزا خیلی دارم بهش فکر میکنم و روش میخوام که بیشتر کار کنم. این همش منتظرم شنبه بشه، جلسه جدید تراپی بشه و بتونم که روی این قضیه بیشتر مانور بدم، بیشتر کار کنم.